درود فراوان. نحوه وارد کردن لینک در اپلیکیشن سینگ باکس مخصوص استعمال iOS ویژه گوشی‌های آیفون رو خدمتتون آموزش میدم. در تب پروفایلز گزینه نیو پروفایل رو میزنیم تا قسمت نیم، اسم دلخواه، هر اسمی که شما دوست داشته باشید. من اسم پیج کانالم رو وارد میکنم. تو قسمت تیپ گزینه ریموت رو میزنیم. در قسمت URL لینکی که از قبل کپی کردیم رو پیست میزنیم، وارد میکنیم. در قسمت اوتو آپدیت این انتروال شما میتونید تایم رو 15 دقیقه بذارید که هر 15 دقیقه یه بار لینکاتون بروزسازی بشه. و در نهایت گزینه گریت رو میزنیم که پروفایلمون ایجاد بشه. پروفایلی که ایجاد کردیم میتونیم بازش کنیم و تغییرات مثل دیلیت، مثل آپدیت دستی و دیگر برنامه‌ای که از قبل وارد کردیم و شما میتونید تغییراتی توش ایجاد کنید. کاری به این نداریم فعلا. بریم به تب داشبورد و گزینه اینیبل رو فعال میکنیم. تب گروپ برامون باز میشه. میبینید که اینجا به طور خودکار به کمترین پینگ وصل میشه، رو حالت بست لتنسی است. برای دوستانی که نگران هستن از تغییر آی پی، شما فقط میتونید یک کشور خاص انتخاب کنید و رو حالت بست لتنسی نذارید. و برای کسانی هم که تغییر آی پی براشون مهم نیست به کدوم کشور وصل بشن، لوکیشن براشون مهم نیست، رو حالت همون بست لتنسی بزنین که به طور خودکار پینگ بگیره و به کمترین پینگ ها وصل بشه. ممنون و خدا نگهدار.